من حرکت ریجینگ رو روی لدر داری اگر باید بیا بالا یکی آروم بذار بالا چهار تا خیلی آروم که رسیدی رو خود رو کن بیاد پایین فقط شونه ها رو کتفت روی لدر باشه باز یه زد طرفین باز زامن باز نشه موالیه هم سینه میری بالا بدنت به یک راستا کامل صاف مثلا آروم لگت رو رول میکنی میری پایین نمیذاری سینت جدا بشه شونه هات کاملا چسبیده به لبه با دم آروم میاری بالا کامل میکشی بدن یه سطح صاف یه دور که رول میکنم با سمت پایین با دم آروم با بازدم میارم بالا میکشم مرسی همینجا نگه دار حالا میخوام برجوری که شونه ها تو روی لدر کامل اصلا جدا نشه دوباره رو میکنی میری به سمت پایینی با دم آروم با بازدم میکشی به سمت بالا خب حالا شونه ها رو میاری بالا وقتی میاری شونه ها رو نظر طرف این باز چه آرنجه کامل ها رو دوباره رول میکنم وارد آرنج ساقه با دم زانو باز نشه میکشی رو با بازدم میارم بالا میکشم همه یه دور دیگه دم میام پایین بازدم رول میکنم میام بالا مرسی حالا دوباره میام پایین آروم آروم میام به سمت